آگاه سرده خیز گفتم خیز چین فهمان ما چه خیل برادر بودیم که فهمان از من نه بلکه از مادرتان پرسید اون میفهماند گوش کن دیگر دروغ نیافتی من دروغ نمیگویم دروغ میگویی از سر تا به پایت دروغ و نیرنگ است پدر شما ما را کشتن میخواهد اگر با من وعده محافظت کردن را دهید من شما را به نزد او میبرم تا حال پدرتان میگوید من که بودنی پدرم رو میدانم چندین سال پیش مرده بود فهمیدی پدری حقیقی تو نبود این افسانه رو باز از کجا برآوردی گردن دهمان گردنت این نابکار دروغ میگوید من تو برادر نیستیم امکان ندارد این خیال باشد پس من دادری تو نی بلکه اکه تو هستم نه اکمون نه دادر هیچ کدامش نیستی تو دیوانه شده ای گویا که در حسرت تو بر این برادر مرده باشم نگران نباش دروغ میگوید دروغ نمیگویم از کجا فهمیم که تو راست میگویی چگونه اثبات کنی ها باید با من باور کنید چرا به قاتلی اکی ساله باور کنیم باید باور کنید زیرا دیگر چاره نداره این مکر و حیله کبزن تا اینکه مینه سرت را پارا پارا نکنم بابا چی؟ جاسوسان مملکت سوریه استانبول را میترکانند تو چی ها میگویی ها؟ آدم بر این گفتن چه گفتی؟ برای خودش را نجات دادن دروغ بالای دروغ میگوید برو پران به فکری منم در محله فریکتپه در یک خانه جمع شدن اگر خواهید سراغشان را میدیم رفته بینید این نکلی بی شرف لبای آقای مدیر باری یک کاری مهم داریم شما باشید گم شده رفتید کجا میگردید آقای مدیر یک کاری خورده برآمد حاضر می آیید مرا گوش کنید بود با یک دیگر جنجال و دعوا کردید نه آقای مدیر چه جنگ و دعوا صحبتی برادرانه داریم از استخبارات زنگ زدم در محله فریکتپه یک چند جاسوس از سوریه بوده است عملیاتی که در ریحانگی کرده بودند باز در استانبول نقشه اون را دارند شاه این را گرفته زود به اون خانه بیایید بله فهمیدم گفتی گفتهاش راست برآمد آقای مدیر خوب شده است حاضر می آید به تعیینات مخصوصم خبر دادن حاضر می آیند دیدی کسی به بیرون برآمد کارتان چه خیل است؟ تمام کردیم بسیار خوب هر دو شما همراه من بیایید بخیر هستن که؟ سوال نده یک کار دارم رفته اکنون مرا باور کردید فهمیدید که دروغ نمیگویم دمد را گیر نباشم میکشم مگس کن اگر همیشه رفتار کردنگیری برادر حقیقی بودنت را باور میکنم تو چرا میگویی؟ چه علاقه دارد؟ به من گوش کن در وجود تو هم آیا عارفی هست؟ تو هم مثل من دیوانه بوده ای برو سرده رفتن در کار پس او چه میشود؟ هیچ گپ نه در همین جا ما را منتظر میشود
آخر دیدید که راست گفتم. چی کار میکنی؟ تو رو از یک بلای کلان نجات میدم. وقتی که مرده رفتی دیگر دروغ گفتن نمیتوانی. التجا میکنم این کارو نکن. دمت رو گیر. زودتر را پارا از پی کار خودمان روی. تمام زودتر نابود کنه را برادر. بس کن دیگر مرا برادر نگو. مایلش برادر هر روز زودتر. اگر خواهی با تو کمک بکنم. کمک کنم. من بعضی آنها رفته دقت آنها را به خود جلب میکنم. شما باشید از چپ و راست رفته از قفا احاطه میکنید. فهمیدید؟ مایلش. الو، من در همین جایم اما شما را نمیبینم. خانه تو در اینجا نبود یا من سراغه را خطا کردم؟ برادر کنی بینین سراغه از همینجاست؟ بله درست است اینجاست. کی را میگفتید؟ این وای حرکت نکنید. دستتان را بالا کنید. بالا کنید. حرکت نکنید. یک چیز گفتنی بودم با سوال تو جواب میدیم. شما را میگفتم و یافتم کنی رفتیم. فکری تو راست نگه. یک گپش راست برای ما گفته او را باور میکنه. او فکری ما را پریشان کرده نیست. اگر گفتهش راست باشد چی؟ دیوانگی نکن. واقعا به همدیگر بسیار ماننده. این موضوع رو بس کن. نباشد حالات رو بد میکنم. بسیار ترسیدم. کو فهمان چیکار میکنی؟ سیاست این احمق را جز هر دوی ما کسی نباید داند. مرا فهمیدی؟ باز من میخواستم این حادثه رو در گازیته ها اعلام کنم. خصوصا به همکارانی در شعبه بوده گم نزن. دهانت را نگاه داشته میتوانی؟ من دهانم را پوشیدم میتوانم، اما تو میتوانی یا نه اینش را نمیدانم. اگر همین خیل رفتن گیرد روزی آشکار میشه. زودتر هی کن روی. مایلش برادر میرویم. رفتن. فهمو را گردید. کجا شدید؟ زودتر باشید دل میمونیم. زودتر رفتن در کار. اکا شما در کجا بودید؟ آمدیم. و خدا قسم که قریب به پلیس خبر میدادم. شوخی را بس کنید و از پی کار ما شوید. عارف یگان مشکلی داری؟ نه چی باید میشود؟ نمیدونم اما چهره های شما عجیب است. نه یگان مشکلی نیست. جایهایتان را گیرید. اطاعت سردارم. گروه یک به فرمان شما حاضر است. امروز چگونه موقع گیریم؟ عارف تو به محله قفا رو. شد سبسته را بس کنید. اکا آن
به یکدیگر دشمنش درفتند یگان رو دیسه روی ندید. بالت خب کن از دهانت شمال بر. اگر با اختیار خود باشن یکدیگر رو میکشن. از دهانت سخنی خوب نمیبراید. ظریف کارمند استخبارات کجاست؟ نمیدانم شاید کمیسر. باید منتظر ما میشدم. آنها چکار کنیم؟ چرا آنها رو نکشتیم؟ دستان ما را در خون حرامی آنها آلوده نمیکنیم. آنها را تعیناتی مخصوص بپروند. اینها را گرفته با سرشان کشه. شما هم پوشه. این را گرفته پوشان. اینش برای تو هم پوش. مایلش هر دوی شما برای و کارمندان تعیناتی مخصوص خوش آمدید گوییم. برای ایستا جان نکن. از اینجا تنها مرده شما می براید. ظریف سمان شما با طرف چپ روید. اطاعت. بالتر تو با ما می روی. کارلوس تو برای خودت یگان مکانی موافق پیدا کن. فهمیدم کمیسر. التجا دارم. من هم با شما روم. سلاح‌های شما را میبردارم. با خدا هر کاری که گوید میکنم. عارف از پهلویم دور نشو. مستقلانه کار نکن. رقیب خان بس کنید. فراموش نکنید که در عملیات هستیم. حیات آن انسان‌ها در دست ماست. التماس میکنم مشکلی هایتان را در دیگر جا حل کنید. التجا ظریف دارم. راست میگوید. التجا دارم. عقلتان را کار فرمایید. عارف شما اینجا جنجال دارید. آنها با ما هجوم میکنند. اکای عارف از اونجا برو. محافظت کنه. عارف ایستا نرا. اکای عارف ببرایم. مایلش. عارف دور نرا. سلاحش رفت. عارف خوب هستی صدایت را برار. اکای عارف الو بالتر ایست. در جایت ایست. نبرا. پس اکای عارف چه میشود؟ فکر خودش را میکنم. تو فکری دشمن را کن. شوخین باوریم نمی آید. سمان ایستا سمان تو ایست من رفتم میبینم. محافظت کنید. مایلش. کسی در رو میکوبه. در رو نکشو. منتظر شو. آدمی ماست.
سرشمه نشو. رفیقان، عارف خوب است. تنها در کجا بودنش رو نمیدانیم. یاری دهید، یاری دهید، خواهش بکنم. در اقشو جراحت برداشت است. صدای رو نبرو، نماز رو گیر. تو هم بمیر. بسیار خوب. اول شما برای تعینات مخصوص را آماده کنید. اگر لازم شود جانتان را فدا کنید. فهمیدید؟ چی هست؟ در اینجا چی گپی هستم و باز این با کارمندان استخبارات نباشن؟ اکای اوریک، اکا آدم های در درون بوده رو احتیاط کنه. 2 نفر این خوابپوش پلیس هستن. اکای اوریک مرا میشنوی؟ اکای اوریک مرا میشنوی؟ ظریف بولتا از برای خدا یگان کس مرا میشنود. آدم های در درون بوده رو احتیاط کنه. 2 نفر از پلیس هستن. الو نه خدا تو را زند. پرتو سلاحتان را حرکت نکنید. ایسته در جایتان. پرتو سلاحتان را دستتان را بردارید. ظریف بولتا رفیقان یکو کس مرا میشنود. از برای خدا یکون کس پیش اکای عارف را گیرد. خدا لعنت کند. اینو با کارتو خود مرو عذاب بده. شاهین کجا شد؟ از پی عارف رفته بود.
باشه زودتر یا فرون. یعنی بیایید، اگر مرد باشه بیایید، همتون رو میکشم. اون چی میگوید؟ گفت که اگر مرد باشه بیایید، با من دخل ندارد. تو راحت باش، من خودم از او دشت میبرایم. شیرک من عارف در کجاست؟ آیا شما یک جای نبوده؟ باز با کجا رفته باشد؟ انیق به درون در آمده است، طاقت ندارد. انشاءالله به درون ندار آمده است. با شما میگویم سلاحتان را پرتایید. پرتایید سلاحتان را. پرتایید سلاحتان را. پرتایید. بس همین. بس همین گفتم. شاهین تو چیکار کردی؟ عارف ایست. بس همین خبرم. خبرم. بس همین خبرم. زود زود. بس همین خبرم. عارف خوب هستی؟ عارف خوب هستی؟ عارف تو خوب هستی؟ عارف خبرم احمق. بله بله. نمایندگان استخبارات شمایید؟ بله بله. شاهین چیکار کردی؟ عارف تو چیکار کردی؟ تو چیکار کردی؟ آرام شو. چرا آرام کردی؟ چرا عارف را پراندی؟ آرام شو. چرا پراندی؟ چرا؟ گفرند عارف برای نشونوی. عارف برخیز. سرده میگویم. سرده منو میگویم. بوتا برادر چیکار میکنی؟ شاهین عارف را پراند. برادر سرده منو. اکای عارف شاهین پراند. هیچ کم نشده است. صرف از پیراهن آهنی در آمده است. اکای عارف خدا را شکر پروردگار. پلیس ها چی حال دارد؟ کدام پلیس ها؟ آخر 1 ساعت شد که با تلفن داد و فیغان زدم. ویران شده کار. از برای خدا راستش را بگو. از برای خدا عارف آنها را نپراند گفته او را پراند؟ بله. از کجا فهمیدی که اونها پلیس بودند؟ پلیس بودنشان را نفهمیدم، اما فهمیدم که تروریست هم هستند. یه جوره شاهین تو را از قاتل شدن نجات داد. بمب را گرفتن، از تیریزه ریخت. راه گرد زودتر. اکا شما را بید، من ماشین را میگیرم. ایستا میگویم. من واصلم. ایستا میگویم. زود فرو ماشین را میگیرم. فرو میگویم. تو دیوانشتی سردی چکار میکنی؟ فرو میگویم. صدای تیر از این طرف بود. ای لعنت کلید را گرفته است. ایست پلیس.
خفا گفتم همه تو را میپرانم. زودتر باشید. اخرب یک دشمن را پیدا کردیم و مکتب می دراید. حالت فوری است. در مکتب فاتح فوراً به ما کمک لازم شاهین. چی کپسی؟ صدای چی بود؟ استاد صدای تیرپرانی و بیرون نبراید. زود برگردید. عزیزم دم شود. کجا گم شد؟ استاد آیا ندیدید یک نفر به کجا پیدا شد؟ از شما یک خواهش دارم. خواننده ها را از اینجا برایید. شما هم برایید. التجا می‌کنم. رفتیم زودتر. خوب هستی؟ اگر خواهید تو را با بیرون خانه میبریم. خوبم زیر پشت داشتنم تو را ناراحت کردم. اگر قصد کشتن تو را میکردم از پشتم نه بلکه در سرت میپرانم. شد بس کنید آخر. بچه ها با کجا رفتن ندیدی؟ و درون در اومد بسیار ترسیده. زودتر از اینجا بروید. زودتر باشید. زودتر. نترسید. من پلیس هستم. شخصی سلاح به دست آمدید. این دیگر است و گونه منو هم اسیر گرفت. فهمیدم. شما زودتر از مکتب آمده به خانه‌تان روید. احتیاط شوید. با خواستی خداوند دوگانه شما را نجات می‌دهید. دوگانه من بیمار است. بیماری آسما دارد. بسیار بد. خیر بایلش چاره‌اش را می‌بینیم. کنی شما زودتر روید. زودتر. چی شد؟ بیشرف ها در این صنفن. در دستشون یک اسیر. دختر بیماری آسما است. رفتیم یا می‌داریم. میرویم. یا بسم الله. از اینجا داغ شود. بیشرف هم برو با بدن دختر بستم. اگر یکم کاری خطا کنه دختر مکتب و همه ما میترکه. انسان وام برادر بدن دختر بسته است. برو پارا میکنم بیناموس. رفیق کن منتظر یکی اوریف میشه. مایلش خاموش. همین جایم. چیگاه پس؟ نیا در دستش خواننده است. وام برادر بدنش بسته است. میگوید که میپر کنم. دختر بیماری آسما دارد. نه خود ای خدا. من از اینجا میبرایم. شما از پیش هم دور شوید. مرا شنیدید؟ نباشد همه شما را میکشم. میگوید که دور شوید. چیکار کنیم؟ افسوس که دیگر چاره نداریم. دور میشم. چی؟ آیا یکون کاری نمیکنیم؟ حالا خطر دارم. کمی منتظر میشم. زودتر گفتم که گم شوید. مایلش میرویم. آرام شد. یکان جایی بلند یافته میتوانم اما دستم لط خورده است. موفق نشویم حالمون بد میشود. بولتر تو پرونده میتوانی؟ میتوانم اما از کرلس بهتر نی. میخیل نکن. من روم. من میتوانم. نه نمیشود.
تو در اینجا لازمی. نباشد من خودم میپرونم. آری باز با عقل خودت کار میکنی. شیر را پرسیدم که چرا گردنت غوث است. گفته است که زیرا مشکل خودم را خودم حل میکنم. کارلوس سلاحت در کجاست؟ در ماشین. تشکر. خدا مددگارت. زودتر دور شود گفتم. مایلش آرام شو میرویم. زودتر شوید به قفا میرویم. دور شود به قفا روید. نباشد نتر کنم. نتر کنم بیام. از پیش را هم دور شود. دور شود گفتم. واسگان نامعقولی نکنید. سلاح را فرارید گفتم. سلاح را دور کنید. دور کنید آخه. دور کنید. اینجا دارم برا سردی. نفس گریستن نمیتوانم. نفس کشیدن نمیتوانم. نترس. یکان جای ترسش نیست. من بیماری اسم هستم. حالم قطع شده است. اینجا دارم برا سردی. نمیشونم. دختر بیمار است. بیمار باشد بمان چی؟ دختر سرده و راضی. تو چی مرا الله گمان میکنی؟ حالا سربت شده ایستاده است. از جایتان نجوم بید نگویم. نباشد پارا بشوید. من او را سرده تا دارو اشرا کنه. همراهت دارو داریم؟ در سیف موندم. در جزدانم است. استجا دارم. کمک. گوش کن. یک مصلحت میکنی. هر کاری که میخوایی راضیه. اما اجازت ده تا داروی دختر را بدیه. اگر یکان نامعقولی کنید همه دارم اتکنم فهمیده. مایلش نگران نباش. در کدام سیف است؟ در سیف جزدانم سبز است. جزدانی سبز. فهمیدم. من بیارم. مایلش یکان نامعقولی نکنید. نجوم بید. مایلش برادر فهمیده نمی کنیم. زودتر برو تا کار را تمام کنیم. همین نمیرسید. کجا باشد؟ در کجاست؟ خیز بگویم خیز. دکتر را سرده. آرام شو. برای خدا آرام شو. از جاتون نیسته دارم شدم بگویم. برادر دیگر نمی کنیم. مایلش یکان مشکلی نیست. مایلش تمام. آرام شو. ای به شرف سرده میگویم. برادر مایلش تمام. پس از اینجا میبرایم. منتظر دارو نمیشویم. بخفا یگان کس در اینجا نماند. هیچ کس را در آمدن نماند. خبرنگاران و آدم ها را دور کنید. در کجا باشد؟
خدایا دیوانه میشم. در کجا باشد؟ در کجا باشد؟ سومن آرام شو. سومن آرام شو. سومن نفسی چی خورگیر. آرام شو میابی. انشالله این است. آره اینجاست. به قفا را بید. با پایان فراید. سینه ها را خالی کنید. مالش میفراید. با پایان فراید گفتم. اگر رگام حرکتی ناجا کنید اینجا را میتر کنم. نهایت در آمده. ماشین برای من ماشین بیارید. ما باید یقین دانیم که دختر را سر بدی. چیزا که گفتم اجرا کنید. مالش حال میکنی. اطرافنج من اطرافنج. اطرافنج من اطرافنج. ایستا دارو را یافتم. ای خدا. ایست. ایست در جایم. آهسته بیا. حرکتی ناجا نکن. تو از کجا پیدا شدی سومن؟ دور شو از پیشم. سومن تو مرا میشنوی؟ اگر شنوی باید سرت را ساز کن. بسیار خوب. آهسته بیا. حالا در پیش نشان من قرار داری. باید فکر رو اینا پریشان کنی. اگر دختر رو کمی دورتر کرده توانی کافی است. فهمیده باشه دستت رو با باید بر. مایلش من آماده هم. دار رو بطرکنم فردا. فردا گفتم آهسته. من تو گفتم با من فردا. دختر رو سرده. آیا نمیبینی او در نرمی جانه؟ خواتیر نشه. اگر مرد دیگر وقتی خمگین شده را پیدا نمیکنی. زودتر دارو را پرتا. مایلش میپرتایم. با کجا پرتافتی؟ دیوانه شده ای؟ نزدیک نشوید. بهتر کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز تو دخترک رو اسیر بگیری ها؟ حالا ببین اکنون با تو چیکار میکنی؟ سومن ایست. بمب رو میگیرد. جانیم پاش خوب هستی؟ بابا خوب هستی؟ دارو رو گیر. دارو رو گیر. چه شده؟
به شرف مثل حشرات جان میدی. چی شد ها؟ بمب رو ترکاندن نتوانستی ها؟ ترکان اما در دیگر جایش. در دستش پدر بمبئی در دستی من بوده نه ترکید. کار تا حال آغاز نیافته است. این چی سفسطه میگوید؟ چی میجکی؟ برادران چی شد؟ این بیناموز مرد؟ اکا این بیشرف عجیب سخنها میگوید. این رو دار. اکای ماجر به شما سلام رسان. چی سفسطه دارد؟ اکا در ماشین مانده میآید. الو عارف مرا فراموش کرده. خاطررسان کردنی بودم. ماجر؟ البته که ماجرم. بسیار مشغول هستید. سرت ویران شده است. خیلی مرا کشم. با سراغ ای گفتم رفته. بمبا بود؟ ای دو چخل. چه چخل؟ گفتنی بودی که چخل بر آمدم. یک کار کرده خلاص شدم. اما این حال دیگر پرابلم هست. چی پرابلم؟ خبرهای در تلویزیون ها بخش مستقیم خبرنگاران از جسدهای پاره پاره شده خبر میده. باز چیکار کردی؟ باز یگانیت ناپاکی داری ها؟ گپ زن. شما از به این کارهای خورد دوادل داره. من باشم یک عملیاتی بزرگ رو انجام دادم، اما با این هم قناعت من نیستم. خداوند تو را جزا دهد. لعنت خدا بر تو. با برادرت سلامی مرا برسد. انا چی شد؟ با چی میگوید؟ باید اگون تلویزیون بیابید. با چی نامفعولی کردند؟ در مکتب است. در حجره مدیر. زودتر رفته بچه. فرقان از پای اینها شوید. تماشاگران گرامی، خبرهای آخرین رو پیشکش شما می‌گردانیم. تقریباً 15 دقیقه در استانبول ترکیش به میان آمد که در نتیجه زیاده از 10 نفر جان داده، همین قدر دیگر زخم برداشتند. این ترکیش‌ها دوامی ترکیش‌های در جیولگازو مسئله می‌باشد. بی‌شرفان کارمندان مقامات امنیت ما رو بهوده و تحقیقات را آغاز کردند. چی خیل آخر؟ این نقشه را نیز ماجر کرد. او با عارف زنگ زده بود. اکا شما او را دستگیر نکرده بودید؟ ها؟ او گریخت. خدایا. ماجر این تویی. ماجر تو را میکشم. اگر تو را پاره کنم هم غضبم فرو نمی رود. مگر یگان دختر با تو گفته بود که هنگامی غضبناک شدنت خوشروی میشوی؟ تو چی سفسطه میگویی؟ وقتی که غضبناک شوی خوشروی نمیشوی. از ابتکار معلوم است که خبرها را تماشا کرده، اما این سرشوی کار است. مثلا پگاه تمام شبکه‌های اطلاعاتی دنیا از ترکیه پخش مستقیم میکنند. چی گفتن میخواهی؟ باز در یگان جا بمب است. بمب بر این چیز هست. تو دیوانه شده ای ها؟ دیوانه شده ای؟ از آدمان بیگناه چی میخواهی؟ من یگان چیز نمیخواهم. دوستان از من التجا کردن، من باشم عملی میکنم. خیر بس است. پگاه تماشا کردنی خبرها رو فراموش نکن. الو چی شد؟ چی گفت؟ یک بمبای دیگر بوده است. گفت که پگاه آن را میترکاند. از روی گفته هایش پلید آمادگی خوب دیده است. عارف و گمانم از درون خودمان کسی به او کمک میکند.
رفیقان، من شما رو نمیفهمم. عجایب شده رفتید. و شما چی شده است؟ آیا در فکر صالح هستید؟ یا اینکه در فکر سردار شدن هستید؟ عارف. نه آقای مدیر، هرگز اینطور نه. نباشد به من فهمونید که چه خیل مهاجر از بین شما گریخته رفت، ها؟ آقای مدیر، اگر یگان چیز را از من پنهان کرده باشد گویید. گوش کنید، ما همه برادر هستیم. اگر یگان مشکلی یا دردی داشته باشد به من گویید. شاهین، به تو چی شد؟ خیرین کو دیوانه شده است. او به تو چی شد؟ چرا آقای مدیر به سر آنها داد میزنند؟ باز مسئله ماجد است؟ گویا را از دست داده باشند. خدای توبه، عجب درباره چی گپ میزنند؟ ایست کجا میروی؟ با تو حسابات دهم. خانم فیضیه، خوبترش نروید. خدای توبه او را بگید. خدای توبه. از مرا خیسیات دیوانه شده است. خیر مالش. شاهین، به تو میگویم گپ زن پسرم، زبانت را فرو بردی. قریب او را دستگیر میکردیم که ناگهان غیب شد. ما هم حیران شدیم. 2 نفر بودید، 2 نفر. خیر فرض کردیم که تو ندیدی. عارف، تو چی؟ تو اون وقت چی کار میکردی؟ ما همراه شاهین یک جا بودیم. آخر آن کس همه را به خاک یکسان کرد. آقای مدیر، اگر او را دستگیر میکردیم همه را میترکاند. ماجر تنها بهانه بوده است. اگر ماجر را دستگیر کرده به اینجا هم میآوردیم او با را میترکاند. به فکر من هم اینجا گپ در سر ماجر نمیرود. همین خیلی فکر داره. خدای اوه، گپ در سر مهاجر نمیرفته بوده است. بسیار هم بهانه خوب یافته. آفرین بر شما. منظور من این نبود آقای مدیر. بله، عیب ما شد. بس کنید، برآمده روید تا شما را دیگر نبینم. اگر یک مرتبه دیگر تکرار شود قسم میخورم که شما را پاسبان ماشین ها تعیین میکنم. یعنی بیا با تو کمی صحبت کنیم. خوب شده، صحبت میکنیم. مرا نیز میسی خودت کردی. از پشت تو شد از خانهای قبیل شنیدم. از پشت من؟ ماجر را دستگیر کرده او را به گپ در آوردم. سیکری که دروغ گفت. من باشم مثل دیوانه ها باور نمیکنی. او را باور نمیکنی. کاری من چی؟ احمق شدم. گفت که شما برادرید و شما را به نزد پدرتان میبرم. تا حال باوریم نمیآید که به او باور کردم. اونها چی میگویم؟ چه خیلی برادر؟ یک مرتبه فکر کن. آیا احتمال برادر بودن ما به تو وجود دارد؟ با تو از یک اولاد نیستیم، پس چه برادر باشیم؟ نباشد ماجد دروغ میگوید. تمام و سلام. من هم در حضرت تو بر این برادر نیستم. اما با من جواب ده. چرا آنها ما را دزدیدند؟ چرا ما را بیهوش کردند و با یکدیگر بستند؟ احتمال این حیله نیرنگی ماجر بود. بله، در حال جان دادنش نیز برای ما چاه میکند. مالش، به این موضوع نقطه میگذاریم. فهمیدی؟ دیوانه میشوم. اینها چخیل از برادری یکدیگر صحبت دارند. یگان کس نباید داند. نباید از این واقعه یگان کس خبردار شود. خدا نشان ندهد. این حادثه را از تو دیدن من بیشتر نمیخواهم. با تو برادر بودن حتی فکر کردنش دهشت است. تحمل با تو رفیق بودن را ندارم. من هم رفیق تو نیستم. سردار گروه هستم. چی شد؟ میترسی که وظیفت را از دست میدهی؟ هرگز در فکر وظیفه نیستم. هر کجایی که ماجر را بینم اول شده او را میپرانم. از دست یگان کار نمی آید. در اینجا چیکار میکنی؟ سخنهایتان را شنیدم. هر چیزی که شنیدی دروغ است. تو چی از من یگان چیز را پنهان میکنی؟
پنهان نمیکنم. مرا تنها گذار. شاهین ایست، باید به من فهمونی. من وظیفه دار نیستم که به کسی فهمانم. با تو گفتم ایست. ماجر چی گفت؟ به من فهمون. گویا با عارف برادر بوده. پدری مرا میشناخته بوده است. سفسطه خان که شما را به نزد او میبرم. چی؟ همش را شنیدی؟ پس شما باور کردید ها؟ البته که باور نکرده. باور نکردید؟ اگر گفتش روز باشد چی؟ اگر به تو گویند که این شخص برادری تو هست، حقیقت را دانستن نمیخواهی؟ شاهین دیوانگی نکن. تو یک پدر داشتی، عارف باشد او را کشته است. سرت رو به این گونه آوازه های ابلهانه آواره نکن، فهمیدی؟ تو با عارف برادر نی، بلکه دشمن هستید. میدانم فیضیه، به من عقل نشان نده. اینی حال احتیاج به مشورت دیگران داری. عقلت رو گم کردنی. عقلم رو گم نکردم، ساسته نخوان. در این خیل حالت یک چیز رو به خاطر بیار. این آدم پدری تو رو کشته است. نگران نباش، اصلا از خاطرم نمیبره. وقتی انتقام گرفتن نزدیک شده است، از این کار دست نکش. کی گفته است که من دست میکشم؟ چقدری که تو خواهش داشته باشی، من هم همانقدر خواهش دارم. بسیار خوب. حالا باشد رفته خواب کن. این حادثه رو باشد فراموش کن. شب خوش. شب بخیر. میدانستم که این دختر چه رخشه‌ای دارد. اکنون به دستم افتیدی فیضیه. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درستی سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه را از حیات آنها پیشکشی شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.